اجازه است بشینم؟ آره داداش جفتتون بشین داشته خودو بینم سر یه شاید خودو باریکلا همون خوبی؟ باش برو عقب بشین بابا. بلند شو بینم واسه چی نشستی؟ سلام آقا معلم. آقا معلم این بچه‌ها یه خورده آنورمالن. حواست باشه داستان ماستانی درست نکنن ها. حواسم هست. خیالتون راحت باشه. مرسی. بفرمایید. ما اصلا نایکی نمی‌پوشیم به مولا، فقط آدیداس. تو ببینیش کن بره به مولا. چی؟ یعنی شما رادیکال بلد نیستی می‌نویسین؟ نه چی هست اصلا رادیکال برش کن. 3 ضرب داره 5 چند میشه؟ 35 تا 45 تا آره کلا 575 صدا گیر کرد نایک سه دوم چی میشه؟ نای چی بابا؟ باش آدیداس من میپوشم تو ببینیش کن بره به مولا. آدیداس دیگه. باش ما همیشه دقت میپوشیم ولی من میگم بچه متاسفانه معلم قبلیتون رو به خاطر آرزوی قلبی از دست دادیم. معلم جدیدتون هم اداره معرفی کرده میگم بیاد پیش. بچه‌ها تاریخ تو کشور ما قدمت خیلی زیادی داره. مثلا ناصرالدین شاه رو کسی میشناسه؟ اصلا داشون بچه ایران نبود که آها چون بچه تهران پارس فلک اولت بچه 150 دوستی برم میکشه من میدونم چی؟ نه بابا اون بچه سامشهر خودم تو محل دیدمه. آقا چه اون بیاد کرت ما خرابش میکنه بگو ببین خیلی بچه گلیه عباسی تبریز میشه سمت زورآباد. بله. نه بابا عباسی تو کار ضبط و بانده. اصلا اینم ولش کنید. شاه عباس که دیگه میشناسین؟ عباس بوهزار بله. همونی که یه ره داره دیگه. چی؟ یه دونه رد و یه دونه هم دال داره داداشمونه عباس داداش بچه متاسفانه این معلم